برگرد عقب. خدا با چه تکنیکی اون سامورایی رو نگه داشتن. نزدیک شدن به اون ترکیب اصلا خطرناکه. وای برای نینجا همه آمدن جلو. فقط بچه ها یکی بیسیم اون پشت سریا صحنه آره بشینید. بله چی شد؟ وای سامورایی رو اونجا نگهش. وای خدایا این اصلا تکون دادنش هم خیلی سخته. شلشابی آشوری چقدر شما عالی و یا ابرفت یا ابرفت یا ابرفت فاطمه جانانه اصلا این نینجا شبیه اسپایدرمن و مرد عنکبوتی بود با اون عینک زیباش. آره خواهش میکنم، میدونم نینجا شما رو سورپرایز کرد اما باید هر جا هستید بشینید. خواهش میکنم آره بشینید که نفرات نشسته بر روی صندلی اجرای نینجا رو از پس ندن یا برگردن روی صندلی ها بشینن. دقیقا این نینجا منو به یاد اسپایدرمن و مرد عنکبوتی میندازه. فیگور مرد عنکبوتی رو هم یه لحظه گرفت. خیلی سخت بود. یه دست قشنگ براش بزنید. کم کم 2 بار و نیم باز 1 2 3 آفرین. و اصلا هم فرق نمیکنه شاگردان استاد آشوری باشن یا شلشابی. نینجا یک خانواده بزرگ است. یا اول پاس یونس
راستی ببینین شاگردان تو چی کار دارن میکنن. دست جانانه بزنید. خرمشهر دقیقاً جمع شدن استادیوم جهان‌آرا در هفته تربیت بدنی. اسفندیاری رفتن برای قوقا و کولا کردن. جلوی چشم استاد ببینین عجوبه ها چه میکنن. نگاه کن. یا ابوالفضل چرا دست نمیزنید برای شاگرد استاد اسفندیاری؟ یا خدا. شما بودم دست میزدم. چه سرعتی، چه آی احسن. یا خدا. آی بچه ها فقط مصدوم. یا ابوالفضل. ببین بدن آماده با سن و سال کم. بچه ها فقط مواظب باشید مصدوم نشید. یا برای سلام و خداحافظی پایانی. درست آقای آشوری؟ بله فکر کنم نینجا رفت برای نینجا دست بزنید، چون یک بخش کوتاه